قم، شهری که بخشی از تاریخش توی همین کوچه‌های قدیمی نفس میکشه. در محله چهارمردان کنار گذر قلعه خونه‌ای هست از بیش از 100 سال پیش، خانه حاج علی خان زند. این بنا مربوط به اواخر دوره ناصرالدین شاهه، ساخته 2 برادر حاج علی خان و حاج قلی خان که ریشه‌شون به طایفه زند برمیگرده، طایفه ای از تبار لک‌ها که بعدها گروهی ازشون در قم ساکن شدن. معماری خانه کاملا قاجاریه، شاهنشین تابستانی با بادگیر، شاهنشین زمستانی گرم، اتاقهای 5 دری، پنجره‌های چوبی رنگی، ستونهای متفاوت و حیاتی با حوض 8 ضلعی. زیر همین حیاط قناتی رد می شده که خنکی خانه رو نگه می داشته. امروز بخشی از بنا موزه مردم شناسی قمه، جایی که زندگی قدیم مردم و رد خاندان زند هنوز دیده میشه. اگر به داستانهای جذاب قم علاقه داری، صفحه منو دنبال کن.